اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبیه الکریم و على آله و صحبه اجمعین و من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى یوم الدین و سلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. عزیزان دل، محبان توحید و سنت، قبل از همه شکر نعمت‌های پروردگار میکنیم که ما را از ظلمات به نور و از باطل به حق هدایت نمود و ما را از جمله بهترین امت قرار داد. الحمدلله حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. امروز عزیزان برنامه اولین حکمت روز را حسن آغاز میبخشیم. یقینا بهترین نعمت الله در این دنیا هدایت است. هدایت به نور، هدایت به توحید و سنت، هدایت به راه مستقیم. و بزرگترین و به همتاترین نعمت الله در آخرت دیدار جمال پروردگار است که آن را از درگاه پربرکات و بی‌نیازش مسئلت داریم. خداوند ما رو شما را دوست داشته است و از زمره مؤمنین قرار داده است و اینک به ماه شریف رمضان نیز رسانیده است. برادران و خواهران گرامی قدر، شما را با این ماه فیض‌بار و پربرکات رمضان صمیمانه شاد باشی ها میگویم. برایتان بشارت باد، ماه خیر و رحمت، ماه بخشش و مغفرت، ماه آزادی از دوزخ پرحرارت. ماه رمضان آمده از سوی بهشت، آرد به مشام مؤمنان بوی بهشت. آیا می دانید که دریافت کردن این ماه خیر و نجات چه فضیلت هایی را دارد؟ از طلحه ابن عبیدالله رضی الله عنه روایت می شود که دو مرد از دیار خود برآمده به سوی پیامبر صلی الله علیه و سلم انتقال کردند و هر دویشان در یک وقت دین اسلام را قبول کرده بودند. کوشش و غیرت یکی از آنان نسبت دیگر بسیارتر بود. پس این شخصی که کوشش و غیرتش بسیارتر بود به غزوه رفته شهید شد، اما شخصی دویم باشد بعد یک سال وفات کرد. طلحه رضی الله عنه گفتند پس من خواب دیدم که در نزد در جنت ایستادم و کسی از جنت برآمده به آنی که بعد یک سال شهید وفات کرده بود به جنت در آمدن اجازت داد. پس برآمده به شهید اجازت داد. پس آن دو نفر به نزد من برگشته به من گفتند برگرد، زیرا وقت تو حالا نآمده است. طلحه رضی الله عنه هنگامی که از خواب بیدار شد خوابش را به دیگران نقل کرد و همه از این خواب تعجب کردند و به حیرت آمدند. این خبر هم به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسد. رسول اکرم صلوات الله علیه و سلم گفتند از چی تعجب میکنید؟ گفتند ای پیامبر الله، کوشش و حرکت این شهید شده بسیارتر بود، پس در راه الله شهید شد. اما این شخص، یعنی شخصی که بعد یک سال شهید وفات کرده، پیش از وی شهید به جنت در آمد. چرا؟ پیامبر صلوات الله علیه و سلم گفتند آیا این شخص بعد وی باز یک سال دیگر زندگی نکرد؟ گفتند بله. پیامبر الله صلی الله علیه و سلم گفتند و رمضان را دریافت کرد و روزه داشت و در یک سال چنین و چنان اعمال را، یعنی بسیار اعمال را و همچنین نماز را اجرا کرد؟ گفتند بله. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند فرق بین این دو نفر دورتر از مسافه بین زمین و آسمان است. و این حدیث را امام احمد و ابن ماجه و همچنین بیهقی روایت کردند. شیخ البانی باشد این حدیث را صحیح نامیدند. پس ببینید عزیزان که این حدیث دلالت کرد یکی از سبب‌های اساسی که آن صحابی از صحابی شهید و با غیرت افضل شدند این هم باشد دریافت کردن رمضان و در آن روزه داشتن بود. الله رب العزت و الجلال همه ما و شما را به ماه مبارک رمضان رسانده است. الحمدلله. و از درگاه بی‌نیاز و پربرکاتش مسئلت داریم تا در این ماه مبارک با روزه داشتن و اجرا کردن دیگر طاعت و عبادات ها توفیق دهد و ما را از جمله پرهیزگاران و نجات یافتگان گرداند. و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.